درود با شما بینندگان عزیز شبکه تلویزیونی سفینه. برنامه فرهنگ معاصر است از سلسله برنامه ها. امروز وقتی با رشد کشورهای جهان نظر می افکنیم، اقتصاد واقعا یک محور اساسی یا در مهره اساسی در ستون مهره وجود هر دولت و هر ملت است. هیچ کشور را به رشد اقتصاد پیشرفت آن را تصور کردن غیر امکان است. امروز اقتصاد واقعا این شاهرگ اساسی هر کشور به حساب می رود، زیرا هر قدر درجه رشد اقتصاد بالاتر باشد همون قدر می تواند که مسائل اجتماعی و مسائل معنوی آن کشور حل و فصل یابند. هرچند اینها بین هم یک نوع رابطه دیالکتیکی دارند که یکی به دیگری وجود داشته هم نمی تواند. و طی سالیان آخر البته پس از رسیدن به وحدت ملی، دولت مردان ما هم کوشش های زیادی به خرج دادند تا عامل های رشد اقتصاد را استوار سازند و با نظر داشتی همین نکته ما برنامه امروز را عنوان گذاشتیم عامل های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ملی. و برای پهلوهای این موضوع را مورد بررسی قرار دادن با استودیا کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی مهر صابریان را دعوت راستیم و من ایشان را خیر مقدم میگم که این دعوت ما را پذیرفتند و به استودیا تشریف آوردن. و واقعا امروز هر کشور که در دنیا موجود است اون را به رشد اقتصاد وجودش را تصور کردن غیر امکان است. یعنی چون اقتصاد این واقعا پایدیواری یا بازی اساسی هر کشور به حساب می رود و اکنون تا کجا رشد اقتصاد همچون یک هدف محوری در جامعه ما هم قرار گرفته است به نظر شما؟ خب وقتی که کنستیتوسیون نوی ما در سال 1994 قبول گردید و در آن دولت ما یک دولت اجتماعی اعلان گردید و از همان زمان معلوم بود که ما بیشتر کوشش میکنند که مشکلات اجتماعی را سر وقت برطرف کنند و این دولت همیشه در پای اصلاح و در پای بهتر کردن زندگی اهالی است و معلوم است که بهتر کردن زندگی اهالی به رشد نسبتاً با سرعت اقتصادی دسترس نیست و غیر امکان است که ما توانیم که مشکلات اجتماعی را برطرف کنیم به آنی که پایه های اقتصادی خود را خیلی استوار کرده باشیم. از اینجاست که حکومت ملی ما در دولت ملی ما حکومت این کشور در از همان روزی که صلح و ثبات در این کشور پایدار گردید و ما با یک صلح و آرامی نسبی رسیدیم در فکری بهتر کردن و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی بود و هست. این است که ما بسیار استراتژی ها قبول کردیم برای رشد اقتصاد، یک هدف ها گذاشتیم و مخصوصا استراتژی آخرینی که امروز ها عملی میکند این استراتژی ملی رشد برای تا سال 2030 است و حکومت ما در دایره این استراتژی باید که در این سالها یک رشد زیاده از 7% اقتصادی باید داشته باشد و همه این هدف ها نگرانیده شدند برای برطرف کردن همه آن مشکلات اقتصادی که هست و برای تأمین یک زندگی شایسته به اهالی و مخصوصا سالهای آینده تا سال 2026 که سالهای رشد صنعت اعلان گردیده است. این هم در همین اساس در دایره همین هدف ها اعلان گردیده است و این هم با آن مقصدی هست که ما توانیم با یک راه و اصول های درست به راه مانده تا سال 2030 توانیم که اکثر مشکلات اقتصادی که هست برطرف کنیم و با یک اگر به طور دیگر گوییم یک جهش اقتصادی داشته باشیم که توانیم در بازار جهانی جایگاه خود را یابیم و آن را استوار نگه داریم. بله و تشکر زیاد. و واقعا امروز اقتصاد چی در یک کشور و چی اگر در سطح امروز که اقتصاد هم تا اندازه یک نوع خصوصیت جهانی کسب کرده است و کشورها امروز از نظر اقتصادی هم بین هم بسیار سخت وابستگی پیدا کردن
و امروز هیچ کشور رو هم نمیشود گفت که همه چیز با خودش باشد و از خودش باشد. یعنی یک همبستگی بسیار قوی در اقتصاد جهانی هم با وجود آمده است و هم در استحصالات و هم در بانکداری، مالیه و دیگر پهلوهایی که اینا تنظیمگر اقتصاد هستند. خب اگر این رو در خود داخل کشور هم بینیم، هیچ یک کشور بدون نهادینه نمودن اقتصاد نمیتوند که به یک پیشرفتی کامل نائل گردد. و امروز همین نقش نهادهای یا نهادینه کردن اقتصاد خوب در رشد اقتصادی چی نقش عمیق میتوند داشته باشد؟ آموزش‌های ما نشان می‌دهند که در مسائل در مثال نهادها، یعنی که نهادها چی نقشی دارند در رشد اقتصاد و برای معین کردن این نقش کارشناسان بسیار تجربه بسیار کشورها را آموختند و یک قسمی کارشناسان با خلاصه آمدند که نهادهای یک دولت نهادهای درست و حسابی که موافق با رشد اقتصادی، نه تنها رشد اقتصادی بلکه رشد نسبتاً با سرعت اقتصادی هستند، اینها یک ستون اساسی رشد اقتصاد و پیشرفت یک دولت، یک ملت به حساب می‌روند. و در اینجا از همه بیشتر میتوان مراجعت کرد به کتاب کارشناسان امریکایی دران آسیموغلو و جیمز رابینسون که نام این کتاب چرا ملت ها شکست میخورند میباشد. آنها در این کتاب خود با آوردن مثال ها از 10 کشور، خیلی مثال ها بسیار میبرند، آنها به خلاصه میرسند که محض نهادها هستند که برای رشد و پیشرفت یک کشور زمینه میگذارند و آن وقتی که یک حکومت میتواند در داخل خود نهادهای حسابی و موافق با پیشرفت را به راه ماند، این کشور میتواند در یک مدت کوتاه به یک رشد اقتصادی دستیاب گردد و تواند که در بازار جهانی با آن کشورهای دیگری که علاقه سالها باز 10 ساله ها و حتی 100 ساله ها است که در بازار موقعی مخصوص دارند، با آنها تواند که رقابت کنند. این کارشناسان از همه بیشتر توجه میکنند به همین نهادها، یعنی که اگر که یک حکومتی که خواهد که یک جهش اقتصادی داشته باشد و تواند با دیگران در یک کارزار اقتصادی رقابت کند، حتما باید که نهادهای موافق براش را به راه ماند و در اساس آنها اقتصاد خود را رشد دهد. و این کارشناسان نقش فرهنگ و نقش جغرافیا را در رشد اقتصادی ملت ها خیلی کم میدونن و کم رنگ نشون میدن و به توجه میدونن. برای این از یک شهری که در بین امریکا و مکزیکو، دولت مکزیک جایگیر است، آن را مثال میارند که یک شهر است اما از بینش مرز میگذرد، یک شهر است، یک ملتی زندگی میکند که لاتینی ها هستند، اما همین شهر آن قسمتی که در طرف اتحادیه ایالات متحده آمریکا است، یک شهر پیشرفته و اهالی آن با یک درآمد خیلی بلند یک زندگی شایسته دارند، اما از مرز آن طرف آنها که دیگر در نهادهای جمهوری مکزیک هستند، آنها یک زندگی نسبتاً پست دارند، هرچند که آنها از حساب سرمایه آمریکا در سالهای اخیر یک کمی پیشرفت اقتصادی داشته باشند، اما نسبت همان قسمتی شهر که در آمریکا داخل می شود آنها خیلی عقب مانده هستند. برای همین اینها با خلاصه میآیند که در اینجا فرهنگ و جغرافیا هیچ نقشی کم دارد، داشته باشد هم کم دارد، خیلی کم دارد و محض همین نهادها هستند که زمینه گذاری همه نوعی رشد در همه کشورهای جهان هستند و توصیه میدهند به کشورهایی که کشورهای رو به رشد که میخواهند یک جهش اقتصادی داشته باشند، با آنها توصیه میدهند که پیش از همه شما باید که هم خیلی نهادهای موافق به رشد سازید و با فعالیت آغاز کنید و در آینده در یک مدت کوتاه میتوانید به یک رشد اقتصادی که قابل قبول است دست یابید. بله و تشکر زیاد. خوب، البته ساختمان یک نهاد ضروری پیش از همه من فکر میکنم که اینجا
از پی بردن خود ضرورت یک جامعه که با کدام نوع نهاد ضرورت دارد و اون چی که استحصال میکند تا چه اندازه میتوند قابل پذیرش، قابل رقابت و قابل تطبیق در خود کشورش و یا کشورهای همجوار بوده باشد. و اینجا یک نقش دیگر پیش می آید که همین نقش دانش و جهانبینی تا چه اندازه میتوند در رشدی، چون مثلا وقتی که نهاد سازی هم میکنیم اگر یک نهاد از نظر علمی از روی ضرورت یک جامعه با وجود آورده نشده باشد و او نتواند که وظایفی که بر دوش این نهاد گذاشته‌اند اون انجام دهد، از یک سو و از سوی دیگر نیازهای جامعه معین برآورده کرده نتواند، خب اون نهاد به یک چیزی نالازم و نادرکار تبدیل می یابد. خب اکنون در همین حالت نقش دانش و جهانبینی در نهادسازی و در مجموع در رشد اقتصاد چگونه است و این رو کارشناسان مسائل اقتصادی چگونه ارزیابی میکنند؟ بله درست است و پیشتر گفتیم خلاصه درون اوسیموغلو و جیمز روبینسون رو که آنها محض نهادها را اساسی رشد و پیشرفت هر کشور میدونند، اما آنها در همون کتاب خود نقش فرهنگ رو چنین به نظر میرسد که درست تحقیق نکردند و برعکس اینها نقش فرهنگ رو در رشد اقتصاد بیشتر میتوان از کارشناسان دیگر مخصوصا گوستاف لیبون، این فیلسوف، طبیب و یک کارشناسی عصر آخر عصر 19 و اول عصر 20 فرانسه است. در کتابی او با نام روانشناسی ملت‌ها و توده‌ها دید. این کتاب بسیار کتاب ارزشمند است و در این کتاب نقش فرهنگ در رشد کشورها بسیار درست و عمیق تحقیق شده است و با یک خلاصه های خیلی عجیب می آید لیبون. پیش از همه وی قید میکند و از پژوهش های او برمی آید که خودی هر یک نهادها این یک برخواسته از همون فرهنگ و جهانبینی و دانش هر یک ملت است و در حال هم که اگر ما خواهیم که یک نهادهای با اصطلاح سازگار بر رشد پیشرفت را از کشورهای پیشرفته نسخه برداری کنیم و در کشور خود جاری کنیم، یعنی که من در نظر دارم کشورهای رو به رشد که میخواهند یک جهش اقتصادی داشته باشند، این خیلی کم نتیجه میدهد و لیبون در اینجا بسیار مثال خوب میورد در کشورهای آمریکای لاتینی رو و میگوید که این کشورها، این کتابی وی در سال 1898 است و میگوید که حالا که 100 سال شد که کشورهای آمریکای لاتینی هم سرقانون و هم نهادهای ایالات متحده آمریکا رو در خود قبول کردند و جاری کردند، اما در این 100 سال لیبون میگوید که اینها ایالات متحده آمریکا نشدند، در سطح وی رشد نکردند. ما امروز میبینیم که حتی بعد از 120 چند سال هم آنها آمریکا نشدند. این کشورها با وجودی نسخه برداری کردن هم سرقانون هم نهادهای آمریکایی نتوانستند که آن سرعت رشد و پیشرفت و آن سطح زندگی آمریکا و آمریکایی ها را داشته باشند. و در اینجا لیبون قید میکند که اینجا فرهنگ جهانبینی خیلی نقش برجسته دارد، چون که وقتی که ما یک نهاد را از دیگر جا نسخه برداری کرده می‌آییم و با فرهنگ و جهانبینی مردم اگر سازگار نیست یا مردم به اصطلاح دیگر مردم در آن سطح دانش و پیشرفت ندارد که آن نهادها را به طوری باید شاید به کار درآورد و به هدفهای گذاشته حکومت رسد، این یک 10 ساله ها هم میگذارد به مانند کشورهای آمریکای لاتینی نتیجه دلخواه را داده نمیتواند. برای همین لیبون تاکید میکند که باید که پیش از همه برای رشد اقتصاد و برای رشد و برای قوی کردن دولت و تقویت بخشیدن به نیروی ملی باید که پیش از همه فرهنگ بازنگری شود و در فرهنگ یک اصلاحاتی جدی گذرانیده شود که اول جهانبینی و ذهنیت و ایده و ایدئال های مردم رو
سازگار به هدفهای دولت کرد، به هدفهای دولت ملی کرد. یعنی که در اینجا باید که خودشناسی ملی بیشتر وسیع شود و گسترش یابد و در اساس آن مردم تواند که به هم آید و به یک هدف معین دست جمعانه برای عملی کردن هدفهای دولت و هدفهای ملت روانه گردند و در اساس این توانند که به یک نیروی قوی تبدیل یابند و در هر ساحه‌ای که اون ملت یا اون کشور برتری نسبی دارد در آن فعالیت بیشتر کنند و توانند که در این ساحه یک پیشروی داشته باشند که در بازار جهانی با کشورهای ابدخورد و مخصوصا با شرکت‌های جهانی که در این شب و روز هم تکنولوژی ها، هم سرمایه و هم بازار جهان در دست آنهاست. با آنها رقابت کردن این خیلی کاری دشوار است و در اینجا لیبان قید میکند که حتما باید که اصلاحات از فرهنگ سر شود و در اساس این یک اصلاحات کارآمد فرهنگی نهادهای درست و سازنده و حسابی و موافق با رشد و پیشرفت ساخته شوند و این نهادها توانند که فعالیت کنند و در یک مدت کوتاه اقتصاد یک کشور را به پیش برند و در یک سطحی رسانند که علاقه تواند که با دیگر اقتصادها رقابت کنند. بله و تشکر زیاد. و امروز وقتی که اگر با کشورهای پیشرفته و عموما اقتصاد جهان نظر می افکنیم، اقتصاد امروز تو اندازه اقتصاد انتلکتوالی است. یعنی اون کشور واقعا پیشرفته به حساب می رود که او تکیه به نیروی ذهنی می کند، به خرد می کند و هر کشوری که خرد بنیاد است، یعنی تکیه به دستاوردهای علمی، به علم تکیه می کند و تطبیق علم در استحصالات می تواند که اونا به پیشرفت نائل کند و این یک چیز ثابت شده هست که ما در تمام کشورهای پیشرفته وقتی که اونها را از نظر ردبندی و شاخصهای سطح آموزش و پرورش و سطح نیروی ذهنی قیاس میکنیم، خب اصلا تکیه اساسشون به نیروی ذهنی بوده است و در برابر این کشورهایی که تا اندازه میبینیم که اینها تا عاقب مانده اند، عاقب ماندگی اینها برخواسته از همون یک نوع به برنامگی، توکلی، خرافه زدگی، واپسگرایی و دارای یک جهانبینی علمی نبودن باعث گردیده است که اونها در جهان امروز در حال دستنگری و به قید و باری قرار گیرند. و اکنون انا همین نقش بنیادی علم و خرد و تکیه کردن، یعنی درک خود جهان که امروز مثلا دیگر جهان عصر 10 نیست، عصر 6 نیست و با اون قیاس های عصر 6 یا عصر 10 نمیشه جامعه امروز یا جهان امروز رو پیش برد. و امروز محور اساسی بایستی ضرورت امروزه اجتماع با نظرداشتی دستاوردهای امروزه علمی بوده باشد و خود نهاد هم باید جوابگو به ضرورت اجتماعی و دارای جهانبینی قوی که مسلط به دانش‌های امروزه جهانی باشد. خب در این حالت نقشی علم و دانش و همون خودشناسی فردی در برابر مثلا یک جامعه و خودشناسی ملی در برابر یک روند جهان، اینا تا کجا میتونن تاثیرگذار باشن با پیشرفت یک اقتصادی واقعا باثبات، یک کشوری واقعا پیشرفت؟ درست. وقتی که ما نهادهای درست و حسابی برای پیشرفت میگیم، در اینجا ما همچون نهاد معارف رو هم در نظر داریم و این معارف و ساحه علم است و نهادهای علمی هستند که برای ما آن متخصصانی سطح بلند رو آماده میکنند و برای اجرا کردن هدفهای بزرگ ملی و نیروی ذهنی وارد میسازند و در بازار مهنت آنها وارد میشوند. و در اینجا پیش از همه باید قید کرد که همین معارف، ساحه معارف و علم، این هم یک نهادی می شود که متخصصان را آماده می کند و اما این متخصصان را باز تربیه خودشناسی ملی و خودشناسی فردی هم کردن در کار، چون که ما بسیار دیدیم
افرادی رو که یک دانش خوب در کشور خود میگیرن و اما رفته در کشورهای دیگر به مانندی که یک 10 سال پیش به سوریه میرفتن و در آنجا در خدمت نیروهای بنیادگرا و ویرانگر بودند. برای همین هر دو این هدف باید یک جای عمل شود. یک هدف یعنی آماده سازی کادرهای نو و این رو چون که گفتیم در پی بنیاد گذاشتن یک نهادهای موافق به دست می آید و از یک طرف ترغیبات و آمادگی ذهنی این متخصصان که در آنها هویت ملی و حس وطن دوستی بلند شود و تمام نیرویی که آنها دارند سفربر کنند به ساختن جامعه امروز و کشور ما. و در اینجا باید پیش از همه قید کرد که هر یک منبع و هر یک آن ریسورس هایی که یک ملت یا دولت دارد محدود هستند. همه ذخیره ها محدود است، مخصوصا ذخیره های ذهنی هم. وقتی که ما هدف میگذاریم که در بازار باید موقع خود را پیدا کنیم، پیش از همه باید که هم روشنفکران و هم دولت به هم آمده و خلاصه آیند و با یک خلاصه علمی آیند که ما باید در کدام سمت توجه کنیم و برتری نسبی ما در کدام سمت است و این نیروی ذهنی رو نباید که به همه سمت ها سفر بر کرد، چون که در همه سمت ها هیچ کشوری نمیتواند که موفق باشد. یک چند سمتی که ما در آن میتوانیم که یک جایگاه پیدا کرده توانیم، این هم یک تحقیقات علمی است، این هم یک باید که در اساس پژوهش‌های علمی به دست آید و به حکومت رسانده شود. حکومت در نوبت خود نیروهای ذهنی و منبع‌های مالیوی رو به همین ساحه ها بیشتر سفر بر کند و این تواند که یک نتیجه خیلی خوب تیاد که ما توانیم در همان ساحه حداقل در یک چند ساحه همون قدر قوی شویم که در بازار جهانی راه یابیم و در کشوری نسبتا کوچک چون تاجیکستان تنها محدود شدن با بازار داخلی نمیتواند که ما رو با آن هدفهای بلندی که دولت ما گذاشته است رساند. برای همین ما باید که سمت و هدفهای استحصالی خود رو با بازار جهانی باید روانه کرده باشیم و معلوم است که جایگاه پیدا کردن در این بازار خیلی مشکل است و اما فکر میکنم که این معین کردن سمت هایی که ما در آن برتری نسبی داریم با همدیگر در یک همگیری خیلی قوی عمل کردن هم دولت مردان هم روشنفکران و هم زیایان میتواند که ما رو با این هدف ها رساند و تاجیکستان ما هم تواند در بازار جهانی با آن یک محصولاتی هم ذهنی هم مادی خود جایگاه پیدا کند و خود و هم فرهنگ خود هم اقتصاد خود رو معرفی نماید. بله، تشکر. جد خوب. در همین روند همین ایدئال ها و آرمان ها تا کجا میتونن که مثلا برای پیشرفت یک اقتصاد یک کشور اینها تاثیرگذار باشند؟ ببینید در همون چون که پیشتر قید کردیم اثر خود گوستاف لیبان و قید میکند که در هر یک فرهنگ باید که ایدئال و ایده های خودش باشد و این ایدئال و ایده ها در تشکل خودشناسی و هویتی هر یک شخص و عموما اهالی خیلی نقشی مهم دارند. وقتی که ایدئال و ایدئال ها بیگانه باشند ما نمیتوانیم آن نیروی خیلی قوی و زیادی رو برای خدمت به این وطن جلب کنیم که آنها برای ما لازم هستند. آنها میروند با همون پای ایده و ایدئال های خود با بیگانگان خدمت میکنند. با مانند آنی که ما چندین زیاده از 1000 جوان که رفت برای ایده و ایدئال های تروریستی کدام گروهی در کشور سوریه جنگ کرد. برای همین ایده و ایدئال های ملی در هر یک ملت و برای رشد و تفکری هر یک در جامعه رشد تفکری جوانان خیلی مهم هستند و فکر میکنم در این راستا ما خیلی پیشروی ها داریم و دولت ما هم ایده و ایدئال های ملی ما رو همچون دولت ملی سالهای اخیر 12 سال اخیر بعدی رسیدن به صلح و ثبات خیلی ترغیب میکند و در این سمت یک پیشروی ها داریم و فکر میکنم در آینده این روند رو باید که باز هم تقویت داد و در برابر آن تهاجم های خارجی سوداگری کرد و طبق این ایده و ایدئال های ملی نسل نو را تربیت کرد، آنها را با علم و دانش معاصر مسلح ساخت و در کار
کار و فعالیت و مهنت و استحصال وارد ساخت و با استفاده از نیروی ذهنی و جسمانی آنها اقتصاد کشور رو یک رشد بیشتر داد و با دیگر کشورها برابر. بله و تشکر زیاد از یک گزارش بسیار موجز و علمی و مؤثر و فکر میکنم که بیننده عزیز ما یک چیزهای در سمت رشد اقتصادی هم از لحاظ خود اقتصادی و هم از جنبه فرهنگی و معنوی برای خود چیز دریافت و از این لحاظ با شما از نام بیننده عزیز شبکه تلویزیونی سفینه بار دیگر اظهار سپاس میکنم و امیدوار هستم که در مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی من بعد ما همکاری ادامه خواهیم داد. و بیننده عزیز واقعا همه چیز در اندیشه و در مغز انسان برنامه ریزی می شود. یک انسان پویا، یک انسان هدفمند تنها با گذاشتن هدف و روانه کردن نیروهای خود از روی عقل و خرد و منطق و علم و دانش می تواند که به هدف برسد. و در ملت ها هم همین است. ملت ها هم این مجموعه افراد هستند که در یک شرایط معین، در یک جغرافیای معین، با یک فرهنگ معین زیستند و هر قدر اگر ما افرادی قوی، صاحب اندیشه، صاحب خرد، صاحب هدف برای رشد ملت و هم تو یک هدف سادنه، یک هدفی که واقعا تحتانی باشد و اساس آن رو خرد بنیاد و علم و فناوری تشکیل کند. اگر همین گونه افراد رو هر قدر ما زیاد تربیت کنیم و در مجموع نهادهایی که امروز در جامعهمون وجود دارند، این نهادها تا به آخر واقعا خالصانه، صافدلانه و با نظرداشت منافع ملی وظایف خود را انجام بدهند، ما هم میتونیم به یک ملت قوی، یک ملت پیشرفته، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه در عرصه های دیگر هم به یک ملت پیشرفته تبدیل یابیم. این پیش از همه به هر فرد، به تربیت هر فرد که ما اون چگونه تربیت میکنیم منصوب است. و از این رو من امیدوار هستم که شما پیوندان فرزندان خود را در روحیه علم محوری، خرد پیشگی، اندیشه ملی، وطن دوستی تربیت میکنید. آنگاه ما باز هم قویتر، باز هم جایگاه ما در جامعه جهانی بالاتر خواهد شد. باقی روز و روزگار شما خوشایند. خرد یار و مددگار شما. پاینده باد تاجیکستان عزیز. بدرود تا درود دیگر.